مبادله در اینجا انجام خواهد شد. منطقه آلبایراک هم در قسمت است. اطاعت میشه قماندان صاحب. زمانی که کل جای محاصره شد باز الیف و بچه من نجات میتیم. بعد از او همی که امر کدام شما حمله میکنین، فهمیدی؟ اطاعت میشه قماندان صاحب. به خاطر گرفتن الیف و بچه بسیار وقت کم داریم. ما سر تو اعتماد درست است قماندان صاحب. بله قماندان جدی است. فکر کنین مالایتان از بین رفت. امشب با شما دام میمانم. عسکرها در جای خود قرار گرفتن؟ بله قماندان صاحب. مهمترین وظیفه تو همی است. کوشش کنی که اونا را تنها نمانی. اطاعت میشه قماندان صاحب. قربانت شم خدای بزرگ، من چی رقمی کار انجام بدم؟ تو گناهی منم ببخش خدایا. بله من میخواستم براتون یک گزارش بدم. یک دختر جوان از بین بردن. اونا خو نیستن. کجا رفته باشن؟ نمیفهمم قماندان صاحب. موضع بگیرین. خیلی کو عسکر. چی گپ است؟ شوهر دامانده ترا زنده نمیمانن. طفلت بیگی سود از اینجا فرار کن. زنده باشی. خداوند از تو راضی باشد. من هرگز این کارت فراموش نمیکنم. طفل مدام اینجا کشته شد. قلبم آتش گرفته. من درد اولاد بسیار خوب میفهمم. حالا فرار کن، زود باش. حالا خواهد آمدن. تحمل کن. تو خوب میشی. این طرفی. سلام، روز بخیر. من به یک بیک خرد ضرورت دارم. شما دارین؟ در اونجا 2 تا داریم، میتونین ببینین. بسیار خوب است. و دیگه یگان چاقو یا قیچی اگه دارین بریم بده.
اسکرا جمع شوید میریم. قماندان صاحب مر میخورده. اما قماندان صاحب شهیدای ما چطور به میشه؟ خاطر گرفتنشان برمیگردیم. یک امر است، زود باشید. بچم لطفاً مرا ببخش. این کارا به خاطر خوبی تو انجام میدم. هوش کنی صدای نکشید، درست است؟ قربانت شوم بچه مقبولم. خداوند کمک ما کنه. خداوند با پدرش صبر بده. دختر خداوند بیامرزش. بر صورت خدا مغفرتش کنه. خدایا چی کنیم خواهر بیچاره دختر خدا رحمتش کنه. راحت بانش حسن بیادر. این خانم قماندان نیست، کجا میری خواهر؟ چی شده؟ ما رو به جنجال ننداز. قماندان همیرا گفت نه که ما با طفل جای رفتن نمیتونم، اما پیش من طفل نیست. گفتم راحت بانش حسن بیادر، بیا زود تنها میره. میشه که بکسه به ما بتی؟ اگه میخوایی در پیشت بگیریش، بیا زو وزنش کم است. خدایا هزار بار شکر. دخترم اولیایم دخترم کجا میری؟ مرا رها کده کجا میری؟ قربانت شوم دخترم، بخز دخترم کجا میری؟ دخترم مرا تنها مانده کجا میری؟ دخترم. آمر صاحب ایرا پیدا کردیم. امکان نداره، او گردن بند از لیف است. سلام، خسته نباشین. میتونم از اینجا آب بگیرم؟ لطفاً کم عجله دارم. درست است بگیره. خبرهای ما را با یک خبری که همین لحظه به دست ما رسید ادامه میدیم. امشب در درگیری که در کاپاکاوی صورت گرفت 3 اسکر ما شهید شد. بر اساس اطلاعی که از طرف وزارت دفاع ترکیه نشر شد، اسامی اساکر شهید شده ما قرار ذیل است. مراد بایک، سیفی کیشچی، قماندان دنیزایی که بعداً اجساد این شهدا به خانواده‌هایشان تسلیم خواهد شد. تا ساعت خبری بعدی ما شما را به خداوند می‌سپارم. چی؟ نه خیر، نه خیر، خدایا، نه خیر، نه خیر. قماندان دنیز آیدین اینجاست.
از شما میپرسم عسکرا، قماندان دنیز آیدین اینجاست؟ نیست جنرال صاحب. هر جایی کس برن صدایش کنین. گپ من نمیشنوین؟ گفتم که هر جایی از صدایش کنین اینجا بیاید. صدایش کنین. چرا نمیفهمین من پدرش هستم؟ در جنگ امشب شهید شد. خداوند با شما صبر بده. تو چی میگی؟ چی میگی؟ بچیم دوست چی میگه؟ جایش جنت باشه قماندان صاحب. مرا دیوانه نسازید! مرا دیوانه نسازید! درست پیشم اینجا آمده بود. فقط درست پیش اینجا آمده بود. دنیز در جنگ شهید شده. شما کجا بوده؟ چی میکنه؟ چرا از قماندانتان محافظت نکرده؟ خواهش میکنم بگوین که دنیز نمرده. تو با کدام روی اینجا آمدی؟ با کدام روی آمدی؟ دنیز از دست تو از بین رفت. قاتل تو هستی. شما چی میگید؟ دنیز نه خیر، نه خیر. از اینجا برو. نمیخوایم دیگه تو را ببینم. نمیخوایم تو را پیش روی ببینم. من هیچ گناهی ندارم. صبر کن. جسد را زمین. دنیز نیست. روحش شاد باشه. ببرینش. خدا بیامرزش. بچیم کجاست؟ گفتم دنیز ما کجاست؟
کس دیگه نبود جنرال صاحب. انشالله که زنده است. کماندانتان کجاست؟ شما نمیفهمین؟ ما دیدیمش جنرال صاحب. مرمی خورد. اگه زخمی شده پس کجاست؟ ما کماندان دنیزه میخوایم. جنرال صاحب، قاچاقچی ها بعض اوقات جسدا را با خود میبرند. ما بچه ما میخوایم، زنده یا مرده، اما بچه ما پیدا کنین. گفتم بچه ما میخوایم. شاید حال پنهانش کرده باشه بسیار سخت است که مکانهای مخفی اونا را پیدا کنیم جنرال صاحب. یک دقیقه. ما جاهای مخفیشانه دیدیم. این جسد چی شد؟ چی شد؟ من تباه شدم. بفرمایید جنرال صاحب. امیدوار هستم کدام اشتباه نکرده باشی، چون من اشتباهات هیچ خوش ندارم. نه خیر جنرال صاحب، اشتباهی نشده، همه چیز خوب است. یعنی فکر کنم وظیفه تمام شد، همه قسم است. بله وظیفه تمام شد جنرال صاحب. جسد قماندان چند لحظه پیش به دست ما رسید. خوب است. خوب است. خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. حالا چی خود کردم؟ تو اینجا چی میکنی؟ جنرال صاحب زود برو اصلیت بگی، با جنگ میریم. عجله کن. اطاعت میشه جنرال صاحب. حالا زود شو. دختر مقبول ما کجاست؟ نه اتاق خود است اما خوب نیست آقا. حال ما او را خوش میسازم. خیرت از قدرت. کدام خبر خوش شنیدی؟ یه خبر خوش به دستم رسیده. از شانه‌هایم بسیار یک بار بزرگ پس شد. از شانه‌هایم یک بار بزرگ پس شد گفتم. حالا عجله کنین، حالا عجله کنین، زود شوین، در موتر را سوار شوین. پلیس آمدن؟ گردن بنا پیدا کردن؟ پیدا کردن سنم خانم، پیدا کردن. حولیای ما به قبرستان و ایلیفان به زندان روان کردم. حال خوش شدی؟ یلمازگوره المنتظر امر شما از قماندان صاحب. تو دیوانه هستی؟ مثل که نوشیدینی؟ ما به خاطر عزیز زادن اولاد خود عقل خود عزیز زادم. تو چی میگی؟ ما اولاد خود فروختیم، اولاد خود. اما بعد از این سر تو هم رحم نمیکنم. این بار باید خوب پول زیاد برم بتی. خدا تو را لعنت کنه. باز مرا اختار میدی؟ صبر کو نوی کار شروع شده. بعد از این هر چیزی که بخوایم باید برام بتی دختر، فهمیدی؟ خوب درست است، اما این بار آخرت است دیگه. چی است؟ امرای کی گپ میزدیم؟ گفتم امرای کی گپ میزدیم؟ مهمات بررسی کنین. من نمیخوایم کدام اشتباهی شود. دعا کو که دینیس پیدا شود. دعا کو. حرکت کنین. چرا گنگه شدی؟ امرای کی گپ میزدیم؟ امرای ایجا پدر میخواست که به کدام محفل بره. به او خاطر از من لباس میخواست. براش گفتم که ندارم اما ایش قبول نمیکنه. یعنی وقتش رسیده که دختر ما
لباسهای جدید بخره اما قسم است. چطور؟ تو را با خریداری روان کنم؟ مثلا با پاریس یا میلان ها؟ هر جایی که تو میخوای. گپ دیگه از کجا شد؟ سنم تو بسیار خسته شده، میفهمم دینیس تو را زیاد جگر خون ساخت، مام تو را خفه ساختم ها؟ هر جایی که میخوای اونجا برو. راست میگی؟ پدر جان. اما پیش از او یک موضوع مهم حل بسازیم. طفلت باید سقط کنی. در کجا مر میخورده؟ تو؟ ما او جای ندیدیم جنرال صاحب. پیشتر خو گفتی ما دیدمش. ما در موتر بودم با نیروهای کمکی تماس میگرفتم. بعدا دیدم که خونالود روی زمین افتیدم. درست است. فهمیدم. پدر گوش کنن که چی میگم. ما و دینیس دوباره آشتی میکنیم. تو دیوانه هستی دخترم ها؟ گوش کن، دینیس طفل تو را قبول نمیکنه. باور که دخترم ایش نمیفهمی. او تو را رها کرد و رفت قصید نشد. تو چرا نمیفهمی دخترم؟ پدر جان او پس میه، من میفهمم. او مرا بسیار دوست داره، پس میه. خوب است، حالا برش زنگ بزن. بگی. شماره را که شما دارید نمودید خاموش می باشد. بعد از شنیدن بیپ پیامتان گذاشته میتونید. سنم آماده شو. هر چی زودتر باید این کار حل شود. میخواین که مرا مثل امین جزایی بسازین؟ ما مثل او احمق نیستم. اگه بمرم من بازم طفل خود سقط نمیکنم. اگه بار دیگه ای قسم امرایم گپ بزنی عاقبت تو مثل او خواهد شد. تو اینجا چی را گوش میکنی ژالا؟ دکتر برام گفت که فردا وقت دارم، میخواستم اینو برات بگویم. زن احمد. بفرمایین خواهر، اینو بنوشین. از دینیس کدام خبره است؟ او را پیدا کردن؟ نه خیر، هنوزم کدام خبر نامده. 5149 به مرکز. 5149 به مرکز. 5149 مرکز مشنوم. یک شخص متهم به قتل میپالیم از استانبول آمده، شاید هنوزم دوان باشه. نشانیاش برام گفته میتونین؟ یک دختر محصل تقریبا 20 ساله است. نامش فهمیده نشد. شما خوب هستین؟ آهسته. جایی را که دختر گفته بود همین است کماندان صاحب. چوب باشین. اینجاست؟ بله. کارتال 1 به جای خود رسید. کارتال 2 به موقعیت رسیدیم. رسیدیم آقا.
یک موتر میه. او دینیز است. درست است. همگی چون چوب باشین، صدایتان را نکشین، از پشت به اونا حمله میکنین. هر قدر که قوی باشن باید اونا را از بین ببریم. ما قوی هستیم، این کار انجام میدیم. حالا دیگه همگی فرار کنه. اما قدالای ما هم نکدن. کلگتان فرود کنه. تو چی کردی؟ اشتباهاً فایر شد جنرال صاحب. اینجا هیچ کس نیست قماندان صاحب. داخل میریم. الا زنده است. زنده است. کمک کم رای دینیز. ما آمدیم بچم. حالا کمکت میکنم. کمکت میکنم. کمکت میکنم. کمکت میکنم. خواهر اگه میخوای تو را به خانه برسانم، بیبی امرای طفلت به ایجا به عذاب میشه. نه خیر، تا وقتی که از او خبر نشم جایی نمیرم. عملیات موفقانه انجام شد. اسیرها را گرفته پس میایم. خدایا، او زنده است. زنده است. خواهش میکنم یک بار بپرسین که حالتش خوب است. 51 مرکز. میتونین درباره اسیر گرفته شده معلومات بر ما بتین؟ همراه ماستن. همه‌شان را گرفته میایم. خدایا 1000 بار شکر. ابراهیم، پدرت زنده است. خدا را شکر. تو شنیدی؟ او زنده است جانم. خدایا 1000 بار شکرت. خدایا شکر. آمدن. اونا آمدن. دینیز، دینیز کجاست؟ خواهش میکنم یک چیز بگوید.
بگوین که دنیز کجاست. لطفا دنیز بگوین. نیست، دنیز در هیچ جای نبود. پیدا کردن نتونستمش. کلش از دست توست. بچه من تبا کردی. من هیچ گناهی ندارم. چرا برای از پیش خودت چشم میگی؟ برو گم شو. برو گم شو. نمیخوایم ببینمت. تو چی کردی؟ تمام کارا از دست تو است. اگه او خانم نمیماندی که فرار میکرد باز هیچ قسم یک گپ نمیشد. از دست تو یک دیپ ما از دست ما رفت. من ندیدیمش. وقتی پایین رفتم فرار کرده بود. شباش تمام این عملیات به خاطر یک قماندانشان است. تمامشان او را میپالند. او چاوش چی کرد؟ ما فردا یک بار به دیدن اون میرم. برش بگو که مالای ما را پس بیاره. او قبول خواد کرد. برش بگو که امانت او پیش ماست. باز مجبور میشه که بیارش. ما تازه به دنیا میارم گپا فهمیدین. سنم ببین، پدرت فقط به خاطر خوبی تو این قسم میگه. تو همین قسم فکر کن. او بدون از خودش دیگه درباره هیچ کسی فکر نمیکنه. مادر میگه با فهمیده. تو هم به زودی خود فهمیدی. سلام. آقا خانم شنایی آمدن. سلام آقا قدرت، باید با هم گپ بزنیم درباره دنیز است. شنایی مادر، میفهمین که این همراه ما چی میکنن؟ برو گم شو. ایره با اتاقش ببر. بریم جانم. شما هر چیزی که میخواین زود بگین، ما عجله دارم. آقا قدرت، ما فعلا نه من حیث خانم جنرال سنجر و نه هم من حیث خود شما اینجا پیش شما نامدیم. میفهمین مشکلات زیاده را دیدیم، اما ما فعلا فقط من حیث یک مادر اینجا پیش شما آمدیم. ما باید همراه دنیز گپ بزنم. ما هیچ از او هیچ خبر ندارم. خواهش میکنم همراهیم کمک کن. خواهش میکنم، میخوایم یک کلمه همراهش گپ بزنم. میفهمم مرا فقط خودت کمک کده میتونی جنرال. خانم شنایی، ما استعفا دادیم. حالا دیگه هیچ کار کده نمیتونم. و ها هیئت رهبری کوشش میکنن که ما را از این قرارگاه بیرون کنن. و ها رابطه قماندان دنیز صبری بسیار خوب است. اگر میخواین شما پیش جنرال صبری برین و امرایش گپ بزنین. احمقهای بیشرف، قماندان صاحب حتما اونا گرفتن. میفهمند که چقدر شخص مهم است. خدا جزایت ربته. باز کدام خیانت کردی؟ چه باش دیگه، وقت پولا را میگرفتی خو خوش بودی. ما باید این کار خلاص کنم. اگر کس خبر شو که جسد او گم شده باز ما تباه میشم.
تو برو بیبی. ما امشب اینجا بودم میتونیم. درست است آقا قدرت. قسمه که شما میخواین اما قسم میشه. خوب است آقا. زنده باشین آقا. سلام، بسیار زیاد خوش آمدین. خوش باشین. سلام. بازم میخوایم براتان یادآوری کنم. اول باید درباره وضعیت فعلی کشور گپ بزنیم آقا. بینده های ما قسم بحثا را بسیار زیاد خوش دارن. بعدن برنامه کمی که جدی شد، باز موضوع پس کردن چادر دخترتان توسط پلیس در میان میگذاره. شما تشویش نکنین، ما آماده هستم. شما سوالایتان رو بپرسین دیگه شب ما بونید. از زرازی با چادر دخترم شروع میکنم و به همه نشان میتم که همیشه پشتیبان خواهرای چادر پوش خود میباشم. اگه ضرورت شد یک چند قطره خونم خاطر ریختاندم. بیا زود پیشم، بعضی از صدای مهم است. و ها، برنامه‌تون باید پیش از نماز خلاص شود. آره، نباید با کسی فرصت باتون که پشت ما گپ بزنن. درست است آقای محترم، کاملا به خواست شما پیش میبریم. شما وقت نماز به ما اشاره کنین، ما هم نظر به او برنامه ما را وقفه میدیم. این قسم بینده ها منتظر خواهد بودن. ما با اجازهتون میرم، آمادگی میگیرم، باز میبینیم. آره دوستا زود شوین، 15 دقیقه وقت داریم، عجله کنین. درباره کدام اسناد گپ میزنن؟ تمام دوسی‌ها رو خوش ما آماده کردین. دخترم اسناد چی؟ بیبی تمامش اوراق سفید است، نمیبینی؟ این عادتم است که به خاطر ترساندن مردم دوسیه سفید نشان میتم. مهم اسناد نیست، مهمی است که یک چیز رو نشان بدی. حق مردم با چشمشون از هر چیزی که دیدن باور میکنن. هیچ کس فکر نمیکنه که یک شخص مثل ما دروغگوی باشه. بله، صبحانه آماده است. ینگه بیبی یک چیز وطنی آماده کردی. شاید تا هنوز نخورده باشی خواهر جان. حالا بفرما. حالا ینگه نشرم بیادگه. میبخشین که بار دوشه شما شدیم. همراه طفلم چند روز از کینج است. خواهش میکنم ینگه. چرا تو میگی؟ بازی گپ ازت نشنوم. همونطور نیست خانم؟ هیچ تشویش نکن. این وظیفه ماست که قماندان صاحب پیدا کنیم. تا وقتی که عاقبت او معلوم نشده تو سر چشمای ما جای داری. اگه بگویی که میرم بازم برات اجازه نمیتم، فهمیدی؟ خداوند از شما راضی باشه. به خداوند سپردیمت ینگه. متوجهش باش. توی بلا را سر ما آوردی. بانش که خانه خود بره. دیوانگی نکن، ما با او ضرورت داریم. اگه قماندان صاحب زنده باشه باز، تا وقتی که جسد قماندان صاحب پیدا میشه او را از اتاق بیرون نمانی. هیچ کس نباید بفهمه که او اینجاست، فهمیدی؟ قماندانه، افراد شما اختطاف کرده. والا ما چیزی نمیفهمم. نه چیزی دیدیم و نه چیزی شنیدیم. نمیفهمی؟ نشنیدی؟ ندیدی؟ همه قسم است؟ بله جنرال صاحب، نه چیزی شنیدیم و نه دیدیم. بچم تو بیرون شو. حالا بریم حقیقت بگو. او قماندان بچه اصلیم است. تو میفهمی او بچه است. به خاطر پیدا کردن او از استانبول به اینجا آمدیم. حقیقت بگو، تمام منطقه را زیر و زبر میکنم تا او را پیدا کنم.
زنده یا مردش فرقی نمیکنه، پیداش میکنم. اگه گپ نزنی از اینجا زنده بیرون نمیشی. کوشش کو که گپ بزنی. اگه گپ نزنی باز دیگه خودت میفهمی. حالا برم بگو کی کاری کی است. برم بگو. چرا گپ نمیزنی؟ برم بگو دیگه. ای کاری کی است؟ برم بگو. من نمیفهمم کاری کی است. افراد ما همراهی مرکز اردو یک رابطه دارن. اونا به ما گفتن باید او زن اختطاف کنیم و با ما خبر دادن که سر ما حمله میشه. والله زنده یا مرده بچه‌تون رو ندیدین. تو باید راست بگویی، باید راست بگویی. گپ ما فهمیدی یا نه؟ راست بگو. چی کنیم بچیم؟ با مادر کلانت زنگ بزنیم؟ خدا کنه او خوب باشه. بینده های عزیز، با برنامه ما خوش آمده. آقا در اواخر در جای درباره شما گپ زده میشه. با مردم سوال خلق شده، میگن کی شخص کی است، یعنی شما را کیها حمایت میکنه. چطور شد که قدر زود شما مشهور شدین؟ تمام ملت از من حمایت میکنن. ما یک صدا از بین تمام ملت ساکن خود هستم. از او خاطر مردم تمام گپای ما باور میکنن و این رهبر فقیر خدا هیچ جای تنها نمیمونه. خب با جز مردم دیگه کی از شما حمایت میکنه؟ خداوند از من حمایت میکنه. همراه هر کسی که خداوند باشه او همیشه موفق میباشه. خب به خاطر مقاومت کردن در مقابل پلیس شما باید 1 سال زندانی شوید. در این باره کدام تدابیر گرفتین یا نه؟ ما در این راه سر خود تیر هستم. 1 سال خو کم است. اگه 1000 سال مرا زندانی بسازن مثل یک لحظه سپاری میشه. ببینین درایی که ما حرکت کردیم امروی مردم خود وعده کردیم که کمک کننده بیکسا و صدای مظلومین میباشم. البته ما میفهمیدیم که در این راه با دشواری‌های زیادی روبرو خواهد شدیم، اما ما هیچ وقتی را فکر نکرده بودم که اونا بچه‌ها در دخترم دست درازی میکنن و اونا اینقدر پست و ظالم خود شدن. ما از شما میپرسم کدام وجدان قبول کرده میتونه که بچه‌ها در دختر معصوم دست درازی کنن؟ اما این را باید خوب بفهمند که دست درازی بچه‌ها درای دخترای ما در جایش باشه که قصد جان ما را بکنن و دانه دانه اعضای خانواده ما را از بین ببرن. ما بازم با پای خود استاد میشم و هیچ وقت از این را بر نمیگردم. حالا وقتش رسیده که هر کس آزادانه از اعتقاد خود پیروی کنه. همگی باید تیره بفهمه که حالا وقتش رسیده که به اعتقادات همدیگر احترام داشته باشیم. ما همین قسم یک نظریه و همین قسم یک هدف دارم. این را همگی باید بفهمه. این موضوع چادر پوشیدن کدام موضوع عادی نیست، بسیار یک موضوع مهم است. او شخص راست میگه. فعلا فقط او مانده که به طرفدار دین مثل مرد گپ میزنه. البته حالا که از یک دوای مهم طرفداری میکنه باید همین قسم با جرأت و مردانه و گپ بزنم تو نیست؟ بچه اگه این گپا واقعا از صدق دل و با وجدان پاک گفته شود به نظرم بسیار خوب است. باز ما هم در او وقت به این گپا احترام داریم. اما اگه به خاطر پنهان کردن کثافت‌های درونی خود و خوب نشان دادن خود این گپا را میزنه باز وای به حال ما. شیطان همراه ما بازی انجام میده. این وضعیت بسیار وخیم است. خداوند ما را از جمله گویندگان دروغ نه بلکه از کسان محسوب کنه که همیشه طرفدار حق است. بچیم گپ بزن آقا ابراهیم، روزهای اخیر خودم به خوبی تنظیم کن. من المرسلين على صراط مستقيم
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما. این خانم مادر الیف از دخترم؟ بله، مادرش است. او دختره بی وجدانه ببین. کارش کافی نبود بازی خانم مریض رها کرده و فرار کرده. الیف فرار نکرده. او پیازو این کار انجام داده نمیتونه، خبر نداره. الیف رفته که طفل خدا پس بیاره. سهیلا بیا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا کدام خبری است؟ نه خیر، از دنیزم خبر ندارم. میفهمین ما از امنیتم منفک شدیم. از یک دوستم پرسیدم، امر دستگیری الیف به اونام رسیده. ای چه قسم کار است دیگه؟ او دختر بیچاره خبر نداره اما او را به جرم قتل دستگیر میکنن. بله، به الیف هم خبر بتن که به نزدیکترین مرکز پلیس تسلیم شود. نباید او را فراری فکر کنن. ها، صبر که حالا امرای ما در کلانت گپ میزنیم. تو بشین، من جواب میدم. بله سهیلا. الیف تو کجاستی جانم؟ خوب هستی؟ هیچ نپرس سهیلا، با مشکلات زیاده روبرو شدیم. دنیز در قصه دنیز نشو. تو خبر نداره که اینجا چی گپ است؟ گپای من خوب گوش کن جانم. بیبی هیجانی نشو، به خواست خداوند همه چیز خوب خواهد شد. درست است جانم؟ سهیلا خواهش میکنم بگو چی شده؟ کدام گپی شده؟ دیشب تو نباید به کسی زنگ بزنی. بله الیف صدای من مشنوی؟ الیف زنگ زده بود. برش گفتی که او را میپالن؟ نه خیر، تلفن قطع شد. بازم بسیار تشکر میکنم، بسیار یک برنامه مفید. ما باید از شما تشکر کنم که دعوت ما را پذیرفتین و اینجا آمدین. و ها، مسجد هم اینجاست، از کوچه که برآمدین دست راست. بیازونا وقت شده، ما دیگه باید بریم. اگه به جماعت نرسم باز در خانه غذایی میخورم. حالا دخترم، روزتان خوش. روزتان خوش. روز خوش. خواهر بیبی شورد معلوم نیست که کجاست. دیروز کوشش کردن که تو را اختطاف کنن، اونا هیچ رحم ندارن. نباید بفهمن که اینجا هستن. وها برام هم قسم گفته شده. اما اونا دوستایم هستن. اونا خبر شدن که تو خوب هستی. تا وقتی که موضوع حل نشده صبر کن. این کار بسیار خطرناک است به خاطر خوبی طفلت. زنگ به کس نمیزنی؟ همه تو نیست؟ بیبی کی زنگ زده؟ چاوش زنگ زده صبح تا بالا. بگه گلم بته گلم. شاید به خاطر قماندان به تشویش باشه، کار خود به خوبی انجام داده نتونست، بانش که کم زجیر ببینه. خدا لعنتشان کنه. سلام علیکم. علیکم سلام ماما. این تلفنم یک بار دیدم میتونی؟ پیداش کردم هیچ روشن نتونستم. مفروشیش؟ نه خیر جانم، من فکر کردم شاید بینش کدام شماره باشه که به صاحبش خبر بدم. صاحبش از کجا پیدا میکنی؟ دقیقش نشو، جورم هست. سر ما بفروشش، با قیمت خوب میخرمش. بیبی بچیم در سابق بسیار یک آدم پولدار بود. از مرگم زیاد میترسید. گفته بود وقتی ما فوت کنم مرکزی که همراهیم یک شب در قبر سپری کنن نصف ثروت ما به او میتون. خوب گپ است. بله، پول شیرین است اما ترس هم بد چیز است. وقتی که فوت کرده کسی نزدیک قبرش نرفته. هیچ کس جرأت نکرده که زنده به گور امروش بره. اگه من می بودم یک شب امروش سپری میکرد. یک شخص دیگه مثل تو فکر کرده بود. گفته بود چی میشه دیگه یک شب از امروش سپری میکنم و پول به خود میگیرم. همراه خود یک رسمانه گرفته و به قبر پایین شده. وقتی که شب ملائکه بالای سرشان آمدن دیدن که یک شخص زنده و یکی مرده است. خب اینا سوالای خود از زنده شروع کرده. گفتم مرده خب ایزو کتما است و پرس پال شروع کردن
تا سبا صبح. تو با تو ازش پرسیدن تو کی هستی؟ این رسمان است کی از کجا گرفتی؟ چطور پیدایش کردی؟ پولش از کجا کردی؟ بسیار زیاد سوال ازش میپرسن تا سبا صبح. وقتی که صبح شده او شخص بسیار خسته خود از قبر بیرون انداخته. اقارب او شخص مرده هم پول آوردن به این شخص دادن، گفتن بیگی حقت است. او شخص بازو پول گرفت؟ نه بیادر نه، گفته بود من این پول نمیخوایم. گفتم من نتانستم تا صبح حساب یک رسمانه بتم. اگه این پول بگیرم تا قیامت هم حسابش خلاص نمیتونم. من با او پولو ماله که به روز محشر حسابش داده نتانم دست درازی نمیکنم. اگه در دنیا کسی نپرسه در آخرت حتما ازم میپرسه. خب اگه این تلفن جور شد باز بر من خبر بده. بیگی دستمزدتا میتم. خوش باشی. خداحافظ ماما. بله 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 سنجر میشنوی؟ بله بله جواب بده. بله؟ بله خانم سنم، منتظر شما هستم، فردا بیاین. آی خواهر براتان زنگ است. دنیز؟ خواهر روزتان بخیر. راستش من این تلفن دیشب پیدا کردم، یعنی به همین خاطر به شما زنگ زدم. درست است، این موبایل شوهرم است. این را شما از کجا پیدا کردین؟ یا صبر کنین شما بگوین که کجا هستین. ها درست است من همیاله میایم. درست است. تو همراه کی گپ میزدی؟ موبایل دنیز پیدا کردن. زیاد زنگ آمد، وقتی دیدیم دنیز نوشته است باز جواب دادم. اون نفر منتظرم است، من باید اونجا برم. شاید کس دنیز دیده باشه. بیا بچه بیا که بریم. بیا جان مادر بریم. تو هیچ جای رفتن نمیتونی، اینجا بیا. باز چی گپ شده ها؟ یک قاچاقچی دستگیر شده. جنرال سنجر ازش تحقیقات کرد. حالا به خاطر پیدا کردن قماندان دنیز عملیات پیش رو داریم. جانم همراه طفلت به قدر راه دور رفتن نمیتونی. توی طفل به ما بده، بر آتی اونجا برو. درباره طفلت همش تشویش نکن. به پلیس خبر نمیتیم متونست؟ نمیفهمم. اگه کمی هم عقل داشته باشه بازو خسارت خبر نمیکنی از دیگه. باز تو از اونجا بیرون خواد کرد. تو برو معلومات بگی و پس بیا. در باره به هیچ کسی نگویی. یا اوز به تو را نشان میده. هیچ نمیفهمم که حق شما را چه قسم ادا کنم. خداوند از شما راضی باشه. یک نفر از بین شما دینیز در وقتی مرمی خوردن دیده.
تو. گفتی خونالود در زمین افتیده بود. بله جنرال صاحب. وقتی که دو حالت دیدی باز چی کردی؟ مجبور شدم عقب نشینی کنم جنرال صاحب. مجبور شدی که عقب نشینی کنی ها؟ فرار کردی همه قسم است. قماندان دنیز از خاطر تو گم شده. شاید قبرشم پیدا کردن نتونم. گم شو! گم شوین! گم شوین تمامتان! بیرون شوین! ضابط مراد امر کنین جنرال صاحب. یاوز به نظر مادم درست معلوم نمیشه. تماسای شب بررسی کنین. بچشم جنرال صاحب. حالا دیگه اینجا بیا. بیا اینجا بیا. کجا میرفتی؟ حالم را کار دارم. چی گپ شده؟ چرا ما را فروختی؟ ها؟ درباره این گپ باید پیش از گرفتن قماندان فکر میکرد. پدرش در جای او را میپاله. او خو مرده همه تو نیست؟ نمیفهمم که زنده است یا مرده. او کاری است که مربوط ما میشه. تو درباره مالا به ما خبر بده. افرادتان کدام آتش زدن؟ اما همراهتان یک معامله میکنم. شما برم قماندان بودین، ما برتون مالایتانه. امشبی کار کنم میتونین ها؟ درست است. آفرین. درست است. این کارم میکنم. سلام علیکم. و علیکم السلام. حاجی صاحب نماز قضا بله میشه. راست میگی قضا میشه. من منتظر یک نفر بودم اما به نظرم که نمیایه. حالا بیا که بریم که نماز بخونیم. بسم الله. بریم. این چی است؟ بله تو گفته بودی که برام پول میتی و یک موبایل هم میتی. چی شد؟ فهمیده شد. باید هرچه عاجل خودم بیایم. از پیشتان تسلیمی بگیرم. خانم سنم کدام سندم میخوایی؟ اوش کنی که اینجا نیایی. اوش کنی. من بسیار درد و غم دارم. نمیتونم در این وقت امروز گپ بزنم. پدرم هم در خانه است. امروز نمیتونم که بیرون برم. خانم سنم پدرتان منتظرتان است. گفتن باید شفاخانه بریم. درست است. برو. شفا باشه خانم سنم. تو مریض شدی؟ حتما مریضی تو مشکل روانی است. با کدام شفاخانه میری برام بگو دیگه. با عیادتت حتما خودم میرسونم. جنرال صاحب قماندان دنیز هنوزم گم است. میگن که شهید شده اما هنوز جسدش پیدا کردن نتونستیم. هیچ کدام نشانی ازش پیدا نتونستیم. متاسفانه نه خیر جنرال صاحب. به هیچ کس چیزی نگفتیم، حتی به مادرش. کوشش میکنم به خوبی درباره کار تحقیق کنم. شما به تحقیقاتتان ادامه بتین. من یک دستور ادامه وظیفه‌ای به شما روان میکنم. تشکر جنرال صاحب. زنده باشین. زنده باشین. جنرال صاحب. خانم شنایی بفرمایین لطفا. جنرال صاحب امرای بچیم تماس گرفتن نمیتونم. لطفا امرایم کمک کنین. میخوایم امرای دنیز گپ بزنم. بیادر میبخشین. در اینجا یک نفر منتظرم بود. کجا رفت؟ ما چی بفهم خواهر جان؟ خدایا حالا من چی کنم؟ تشویش نکنین خانم شنایی. میفهمین او در یک جای بسیار دور است. ما مزی که با او ارتباط برقرار کنیم به مشکل برخوردیم. دو مناطق بسیاری اوقات تلفن کار نمیکنه. قسمی که میفهمین بسیار یک منطقه خطرناک است. میفهمم. اگه بچه مرا چیز شوه
من زندگی کردن نمیتونم، میمرم. صبر داشته باشین خانم شنایی. هر کاری که از دستم بیای انجام میتم. انشالله به زودی خبر بچه‌تان خواهد گرفتم خانم. انشالله. اگر کدام امر دیگه باشه من حاضر هستم که انجام بدم خانم. بسیار زیاد تشکر. من فقط میخوایم از بچه خود خبر به دست بیارم. یک خبر خوردم برم کافیز جنرال صاحب. دخترم بیا اینجا. تو به خاطر تلفن اینجا آمدی نه؟ بله کاکا جان، بسیار زیاد تشکر. درست است دختر گلم. خداوند از شما راضی باشه. بسیار یک کمک کلان برم انجام یه قسم گپ نزن دخترم، این حس انسانیت است. بگی یک خواهش دیگه ازتان کردم میتونم؟ البته. از جایی که موبایل پیدا کردین اونجا را نشانم میدین؟ برات نشان میتونم. حالا بیا که بریم. بیا. ما برات چی گفته بودم ها؟ نگفته بودم که او نباید از این خانه بیرون شوه؟ او زیاد شلاشت ماری اون شده نتونستم. طفلش از پیشش گرفتم، حتما دوباره میایه. امرای آدم در کجا ملاقات میکرد ها؟ سنم در آینده به خاطر این کارم از من تشکر خود کردی. لطفاً این طفل یک پدر داره، خواهش میکنم این کارو نکنین پدر، خواهش میکنم. دنیز دیگه ای گپا شنیده نمیتونه. اگر بشنوام کار کردن نمیتونه، مطمئن باش. منظور چی است؟ لطفاً برام اجازه بدین که مریض آماده کنم. البته بفرما. پدر منظور چی بود؟ پدر جواب بده، منظور چی بود؟ خانه قدرت گارایز بفرمایید. بله روز خوش خانم. ما از گل فروشی بهار به شما زنگ زدیم. سنم کارای مریض شده، به خاطر او یک گل فرمایش داده بودن، اما شاگرد ما آدرس گم کرده. اگه خواهش کنم برام گفته میتونین که او در کدام شفاخانه است؟ کی فرمایش داده آقا؟ پدرش فرمایش داده بود. پدرش در کدام شفاخانه هستند؟ خداوند از شما راضی باشه. روز خوش. خانم سنم، فریب دادن یلماس چه قسم از حال برات نشان خواد دادم. صبر داشته باش. کاش که در حادثه ما میمردم. اون وقت از دختر بودن تو هم نجات پیدا میکردم. میخوای بمری؟ کلکین باز است. حالا خدا پایین بنداز. پدر چی میکنی؟ حالا خدا بنداز گفتم. پدر چی میکنی؟ نکن تو. عجله کو، از اینجا خدا بنداز. پدر ایلم کن. پدر چون همراه به قسم میکنی؟ طفل من چون از بین میبری؟ او هیچ کدام گناهی نداره. من نمیخوای میره بپوشم، نمیخوایم عملیات شوم. سنم، یا او طفل سقط میکنی و یا هم از اینجا خودم مندازی. فهمیدی یا نه؟ ما خواهم دکتر کار پیدا شد، شما کم منتظر خود ماندین. اگر میخواین تلویزیون روشن کنم. البته بفرمایید. دیشب در منطقه وان در نتیجه عملیاتی که بر علیه قاچاقبران صورت گرفته بود 3 عسکر دولت شهید شدند.
اما دولت تا هنوز نتونسته به جسد قماندان دنیز دست پیدا کند. نظر به معلومات مقامات اردوی ترکیه گفته می شود که با کمک قوای هوایی بالای مخفیگاه های قاچاقبران عملیات بزرگ صورت خواهد گرفت. ها ده اینجا پیدا کردم دخترم. کدام چیز دیگر ندیدین کاکا؟ نه خیر، دیگه هیچ چیزی ندیدیم دخترم. ها اونجا خانه است کاکا، او خانه خالی است. بله اونجا خانه خواه است، اما چی شده دخترم؟ شاید اونا چیز را دیده باشد. لعنتی. جنرال صاحب جسد قماندان کجاست؟ برتان همه چیز واضح میگم جنرال. اینو نپرسیدم، پرسیدم که جسد قماندان کجاست. قاچاقبرا پیش خود گرفتنش، اما امشب او کاره حل میکنم. عسکر امشب کارا خلاص کن، اگر نه جسد خودت کس پیدا نخواد تانست. اینجا کس است؟ در داخل کس است؟ کس صدای من میشنوه؟ یزدی نیز است. طفلم مادرت خواست پیشم رفت. چند لحظه بعد تو را ازم خواد گرفتن. میخوای بموری؟ کلکین باز است، حالا خدا پایین بنداز. طفلم تو را هیچ چیز نمیشه فهمیدی. ینگم هستم، نترس آرام باش. خانمم برام گفت که تو بیرون شدی، من باز اینجا آمدم. تکتانا تا اینجا آمدی. اگر کدوم بلای سرت میومد باز حالا دیگه بریم خانه. صبر کن بیبی، این هست دنیز است. معلوم میشه که او خوب است، کسی او را پیدا کرده و همراهش کمک کرده. ببینید شاید هم خوب نباشه، تو زیاد امیدوار نباش ینگم. نه خیر، من مطمئن هستم حتما او زخمی شده و کسی همراهش کمک کرده. من میرم. اتاق شماره چند بود؟ خدا جزایی تبته. چی میکنی دختر؟ چی میکنی؟ نکوی کارا او ششک میفتی میموری. میخوایم که بمونم، نمیخوایم که دیگه زنده باشم. نه دیگه چی میکنی؟ تو میخوایی بموری و از دنیا بری. باز من چی خواد کردم؟ ها من چی تو میشم؟ ها تا گردن مرا در گناه غرق کردی. من چی خواد کردم؟ برام بگو. میگن که دینیز گمد طفل ماماز پیشم میگیرن. من چی خواد کردم؟ ای چه قسم کار است؟ تو با استغفرالله، تو با چرا خودکشی میکنی؟ برو فرار کن و خدا نجات بده. ای چی کار است که میکنی؟ خانم دکتر،
این کار زیاد تال خورد. هر چی زودتر باید این کار حل شو، فهمیدین؟ بله درست است. خانم سنم، شما آماده هستین؟ البته آماده هستم. ما کجا میریم؟ این طرف چرا آمدی؟ ما باید به قرارگاه بریم. بس از دیگه، به قرارگاه نمیریم. شاید شورده کدوم جای از بین رفته باشه. اگه نمرده باشه باز امشب شاید از بین بره. میخوای کجا بری؟ موتر استاد کو. دستتا پاس کو. گفتم دستتا پاس کو. استاد کو. دست خود کردیم، دستتا پاس کو. دستتا پاس کو گفتم. دست خود کردیم، گفتم دستتا پاس کو. استاد کو. پاس شو. بگیره بگی بپوش. صدقیت یا مرا ببخش. آقا دخترتان فرار کرده. چی؟ دخترم فرار کرده؟ امیال او را پیدا کنین، اگر نه این شفا خانه را به جهنم تبدیل میکنم. ایره با ما بده ما را امیال به اسگاه موتر رو ببره. میخوایم که با وان برم. درست است؟ با آن دیگه ای گپاره. تو اول پوله برم بده. پوله دینیس گمس. دینیس. آی خدایا، این دینیس کی از دیگه؟ چه قسم یک نفر است؟ کلگیر مجروب خود ساخته. کلگیره به خدا. گوش کن، ما دینیز نمیشناسم. هر هفته باید پول ما روان کنی. درست است؟ با آرامی و نرمی باید پول ما روان کنی. ما پدر هستم. پدر، یک پدر ظالم سنگدل و بیشرف، کسی که دخترای خدا به خاطر پول فرو. گوش کن، نه خو گناه تو نیست، اما تو نیست. هیچ گناهی نداری. یگانه گناهکاری لیف است. جزای خودم خواد دید. بیبی من همراهت وعده میکنم. بگی این تلفن من به خود خریده بودم. بگی پولتان برات روان میکنم. بیبی من فقط میخوایم تسکا برم. استاد شو گفتم استاد شو. اینجا بیا. به نظرم تو بچه تا فراموش کردی.
اگر کدام اشتباهی کنی باز خانمم او را از بین خواهد بود. حالم رای ما بیا. شنایی بازم تو شنایی. ما با تو چی بگویم؟ برات بگویم که بچه‌ت شهید شده. چی بگویم؟ بیا. جنرال صاحب، صدای سبسودی تماسایی را که خواسته بودین آماده است. درست است. مشنو. برتان بازی میگم جنرال صاحب. ایره ازت نخواستم جواب بده. جسد او قماندان کجاست؟ قاچاق برا با خود گرفتنش، اما امشب او کار حل میسازم. اگه حل نشه باز اگه نه جسد خودت کس پیدا نخواهد. ما جزای کار با شما میتم. حتما جزایتان نخواد دیدین. حتما میبینین. روزتان خوش. من خانم جنرال سنجر هستم. قرارگاهی که دوان است مرا وصل کده میتونین؟ درست است. قرارگاه مرکزی وان. بچیم؟ ما مادر قماندان دینیز هستم. او نزدیک شما هست. مادر قماندان دینیز زنگ زدم. میگه تلفن برش بده. به نظرم خبر نداره. بله. بله. بچیم صدای من میشنوی؟ بله. بله. بگی بیادر. من گفته نمیتونم. تو برش بگو. خاله قماندان دینیز به نان خوردن بیرون رفته. شاید به کدام هتل رفته باشه. قروان قرارگاه خوششان نمی از می خاطر. راست میگین؟ خوب است. او خوب است. ساعت بچیم خوب است اما تو نیست. خوب است. خوب است. پدرشم امرایش است نی؟ البته که جنرال صاحب هم امرایشان است. تو خبر داری که اونا چی وقت پس به استانبول میاین؟ خاله جان حالا ما باید قطع کنم. مرا صدا میکنم. نه خیر بچه غذایی امروز شما چی بود؟ بله بله طفل ما برم بته صدایش نمیشنوین و گریه میکنه. دروازه را باز کنین. گفتم باز کنین. طفل ما برم بته. او طفل است. لطفاً با او دل بسوزانین. لطفاً برم طفل ما بته. لطفاً دروازه را باز کنین. نمیشنوین طفل گریه میکنه. لطفاً باز کنین. بس از دیگه.
ایرا رام کن دیگه. اصلا مرا خراب کرد. این طفل کوچک چی گناه داره؟ گشنه است. هیچ برام مهم نیست. بیازو امشب تمامشان از بین خاط رفتن. اما ما اول باید قماندانو پیدا کنم. تو وقت اینا تضمین زنده ماندن ما هستن. تو فهمیدی گپا؟ تو قماندانو چه قسم پیدا میکنی؟ پیش افراد مسمم میفهمم. او را با مزرعه مخفی خود برده بودن. یه احمق رفته و جای پیدا کرده بود. امشب اونجا میرم. کارش خلاص میکنم. لطفاً او را از بین نبر، نشه که به تو ضرر برسونه. اصلا اگه از بین نبرمش برم ضرر میرسانن. او کسی که فرمان برم داده بسیار قوی است. میفهمی بسیار زیاد قوی است. حالا دیگه ما میرم. ایره بگی پیش تو باشه. شاید برش ضرورت پیدا کنی. خدایا خودت همراه ما کمک کن. آی خبر شدم که شنایی بچه خود از دست داده. خداوند رحمتش کنه. بیان که به خاطر تسلیت پیش خانم شنایی بریم. چطور هستی؟ خوب هستم. شما چطور هستید؟ ببین خانم شنایی آمده. او خبر نداره؟ نمیفهمم. به اولادایتم سلام برسان. بچشم. خانما سلام، چطور هستین؟ شوهرم و بچیم دوان هستن. شاید فردا اینجا بیاین. در خانه دلتنگ شدم. خواستم که اینجا بیایم یگان چیز بخورم. و ها بعد از غذا خوردن باز با هم قسم خاط کردیم. چطور؟ بسیار خوب میشد اما من کم کار دارم نمیتونم اینجا باشم. سیبل جان ما هم امرای تو میایم. شنایی جان ما هم امرای آقا مصطفی وعده کردیم. بله در گدام هستم. حال مالا را گرفته بیرون میشم. آماده شوین. حال در دام افتیدی اسکر. در دام افتیدی. لطفاً بچه من پیشم بیاره. ازتان خواهش میکنم. زیاد گشنه شده باید برای شیر بدم. برای تازر میکنم. لطفاً طفل من بیاره. بچه ابراهیمه. هوش کنی کدام گدودی نکنی. درست از بچه بس از دیگه آرام باش. سکینه تو هستی؟ چی شده؟ این تشت آورده بودم. تو در خانه چی میکنی؟ در این وقت خواب بودی جانم؟ داشت نان ماندیم. خداحافظ خواهر. گل بیادر یا اوز چی شده؟ شاید خبر شده باشه که قماندان امروی ما نیست. راست میگی تو.
یاوز دیگه کجا شد؟ یاوز دستگیر شده. چی؟ شاید جای ما را برشان نشان داده باشه. حالا زود شوه آماده شوه. چی میکنی خواهر جان؟ کم بود موتر بزنید. ما باید تا بازار برم. خواهش میکنم برام کمک کنی. چی شد از زیلان؟ تو اینجا چی میکنی؟ سرم حمله شد. من فرار کردم. ما باید از اینجا فرار کنیم. کجا بریم زیلان؟ ببینه زیاد تب داره. خون ریزیشان متوقف کردن نتونستیم. اگه ما از پیشی بریم هم اینجا میموره. بس حالا میگه چی کنیم؟ ما باید بازار بریم و از دواخانه ادویه بگیریم. تو همینجا منتظر باش. نه تو جای نرو. من میرم دوا برش میگیرم. اگه کدام چیزی شد عجله کوی بچه زیاد وقت نداره. قسم میخورم اینجا خواب من میرم زود پس میایم. کسی به من زنگ زده بود دخترم؟ نه خیر خانم. ای چی است؟ قوطی را در اتاق شما پیدا کردم. با اجازهتان من میرم. درست است. رفته میتونی. سنجر مرا ببخشینایی. بچه بارا پیدا کردن نتونستم. دنیزا پیدا نتونستم. سنجر تو چی میگی؟ گناهی تو نیست. دینیز به غذا خوردن بیرون رفته. سنجر سنجر یک چیز بگو. و من گفتن که به غذا خوردن رفته. سنجر یک چیز بگو. زندگی سر ما باشه. سنجر تو مادر یک شهید هستی. سنجر بگو که این گپ دروغ است. بگو که دروغ است. سنجر بگو که دروغ است. دروغ است. بگو دروغ است. Sabret gönül sabret. Küsme sakın kaderine şükret. Her kışın bir baharı var elinde. Yeter ki sen sabret. Deniz, bacım. Bacım. Deniz! 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 میبخشین دواخانه کدام طرف است؟ داخل میرا دست راست از خانم، اما در این وقت شاید بسته باشه. یعنی اگه به خاطر طفل چیزی لازم داشته باشین، خانه صاحبش در پشت دواخانه است. درست است. زنده باشه. مهربانی. من در این وقت شب خدا در جنجال انداختم. مرم زندانی خود ساختی و احترام پدرت کار کردم. زنده باشی کاکا صافی. خداوند از تو راضی باشه. بچه مدام اینجا از بین رفت. تو جگرم از دست دادم. من بسیار خوب میفهمم درد اولاد چی است.
حالا عجله کو فرار کو. اگر اونا خواد آمدن عجله کو. تو صبر کو. گفتم استاد شو. کجا فرار میکنی؟ استاد شو. تو کجا فرار میکنی؟ گفتم استاد شو. صبر کو. ازت خواهش میکنم استاد شو. استاد شو. کمکم کو. لطفاً کمکم کو. لطفاً کمک کو. لطفاً کمکم کو. خواهش میکنم برام کمک کو. بچه لطفاً کمک کو. بچه بگی. بچه درست است. درست است. تشکر. خداوند از تو راضی باشه. لطفاً برام بگو که دنیس زنده است. بسیار جای دور میرم. یک احساس بد دارم. فکر میکنم دوباره اینجا نخواد بیایم. اصلا به خاطر من جگرخون نشی. خودم انتخاب کردم که عسکر باشم. یک روزم به خاطر ترک کردن مسلک خود فکر نکردیم. هر چیزی که باشه تا آخرین نفس خود به وطن خود خدمت میکنم. اگر کدام روز در مسلک خود شهید شدم باز ای گل و نامه را به یاد خود بیار. بچه‌ت بسیار دوست دارم مادر. قماندان دینی زایدین. این منطقه پر از ماین است. آرام باش. فقط سر قدم‌های ما پایبانه. چی شده؟ صبر کن. بینجا بیا. بعد از او سیم دیگر راه پاک است. تو ادامه بده. من از پشتت میایم.
hayatım biter mi ki bu çile پدر اگه کلاشم باز مثل تو اسکر میشم اسکر میشی؟ بچم تو امیال اسکر هستی bize karşı hep engel ne hesap کماندان صاحب ما آماده امر شما هستیم دستور بفرمایید کماندان صاحب تو بیا تو اسکر هستی بچه ها بله من اسکر هستم بچه گلم sabret gönül sabret küsme sakın kaderine بچم مبارک باشه her kuşun Rahat. bir bahar elbet yeter ki بازم مبارک زنده باشی پدر بچه گلم جانم جانم قنده بیا که بشینیم برات کیک گرفتیم بله حالا بیا که کیک بچه قطع بیا که کنیم تکس بگی آماده باش her kışın bir baharı var elbet yeter ki sen sabret sabret gülüm sabret küsme sakın kaderine şükret her kışın bir baharı var elbet yeter ki sen sabret gönül sabret küsme sakın kaderine şükret her kuşun bir baharı var elbet yeter ki sen sabret بیا جنرال صاحب یک گزارش جدید از سرحد رسیده. بیا که بریم دنیز 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 کمک کنید لطفاً لطفاً برام کمک کنید الیف الیف دنیز دنیز خدایا شکر شکر که تو زنده هستی خدایا هزار بار شکرت دنیز بیبی ما آمدم و تو را پیدا کردم دنیز دنیز الیف اینجا هستم پیشت هستم جانم پیشت هستم الیف دنیز خواهش میکنم مرا ببخش مرا ببخش ما همیشه تو را تنها مانده همیشه از پیشت فرار کرده اما دیگه فرار نمیکنم وعده از بس است دیگه حالا خواهش میکنم چشمای باز کن که به خانه خود بریم دنیز الیف بیا بچه بیا جانم بیبی بیبی پدرت پیدا کرده پدرت خوب میشه او خوب میشه مطمئن باش بچه میره بلند بگی صبر کن متوجه باشین جایی که من قدم میمونم شما از همونجا بیاین
آهسته. این قدم آخر است. فهمیدین؟ کلتان کوشش کنین آهسته بیاین. جنرال صاحب اونجا یک صدا را شنیدم. الا بی عجله کو. متوجه باشین. کل جای بگردین یادتان نره. هلا دینیز خواهش میکنم تحمل کن. لطفاً ما را تنها نمان. خدایا اینجا جنرال صاحب. خدایا دنیز بچم. دنیز بچه یک دانه زنده است. زنده است. خدایا شکر زنده است. ایلیف دخترم مرا ببخش. خواهش میکنم مرا ببخش. خواهش میکنم. بچه دینیز بچه یک دانه شنایی بچه ما زنده است. دنیز زنده است. بچه ما زنده است. زنده است. بچه ما زنده است. زنده است. چی؟ دنیز بچه خدایا شکرت بچه ماشالله نواسه شعر ما. تو طرف پدر کلان سنجر رفتی هموتو نیست؟ الیف بچه طرف ما رفت هموتو نیست؟ دکتر صاحب بچه‌م چطور است؟ عملیات بخیر گذشت. تشویش نکنین. خدا را 1000 بار شکر. قماندان از برکت خانم زنده است. از قماندان دینیز کدام خبر داری؟ او خوب است؟ خبر شدیم نجات پیدا کرده. خانمش در کوه پیداش کرده. خانمش چطور؟ با وجودی که طفل در بغلش بود پیداش کرد. آفرینش. بسیار خوب. درست است. خب حالا کجا هستند؟ در شفاخانه هستند؟ بله خانمش هم همراهش است.
بله؟ روزتان خوش. میخواستم به شما یک خبر بدم. او حال باوش خاتم فقط یکیتان داخل رفتن میتونه. نواسم پدر خودم میبینه. هلا الیف، هلا. دکتر صاحب. الیف گورل بفرمایید. باید امرای ما تا حوزه پلیس بیاین. اما لطفاً عجله کنین. چی شده؟ این طفل با ما بده. شما چی میکنین؟ طفل ما اعلام کنین. لطفاً برام یک چیز بگوین. اعلام کنین. خدای من چی است؟ مرا کجا میبرین؟ اعلام کنین. با جرم قتل هولیا گورل باید دستگیر شوید. هولیا؟ حالا جانم تو بیرون شو. چی رسائل داری؟ من خانمش هستم. حالا دینیس؟ الیف الیف دینی جان من هستم. خانمت. دینیس جان؟ تو اینجا چی میکنی سنا؟ منظور چیست که اینجا چی میکنم؟ تو رو من نجات دادم. از کوه تا اینجا من تو رو در پشتم آوردم. اعلام کنین. بچه اعلام کنین. حالا خواهر جان آماده شو، به خاطر بازجویی میری. بیا. شام بخیر. من سنم کارای هستم، دختر جنرال متقاعد قدرت کارای. پدرم برتون بسیار سلام گفت. پس این قسم است. بفرمایین، خوش آمده. امیدوار هستم که کدام مشکل نباشه. مشکل خواست، اما او قدر گپ مهم نیست. یعنی میخوایم که برتون خلاصه بگویم. چای گرم داری؟ طفلک بگیرم؟ نمیشه که پیش ما باشه، بیاز خواب است. خانم ما با تفریگا نیستیم. تو به خاطر قتل بازجویی میشی. طفل با ما بده. بیدار که شد، لطفاً بریم بیارینش. باور کردن نمیتونم. چطور خبر نداری؟ شوهر ما قهرمان شد، تمام ترکیه در موردش گپ میزنن. البته که در کنار رو در مورد ما هم گپ میزنن. میفهمین؟ ما او را در کوه بالای شانه‌های خود انتقال دادم. او را تا شب خانه بردم. فهمیدم خانم محترم، اما میشه که سر اصل موضوع بیاییم؟ موضوع الیف گورل است. به خاطر که مظنون شناخته شده فعلا تحت نظارت است. او خانم سابق شوهر ما میشه.
همچنان مادر طفلش. خب یعنی میخواین در موردش معلومات بگیرین؟ نه خیر، ما هیچ چیز نمیخوایم، مستقیم میخوایم که طفله بگیرم، به خاطر که او فعلا در زندان است. ما از طرف شوهرم میتونم که او طفله بگیرم، اما تو نیست. وقت ما رو ضایع نسازین خانم محترم. بگوین امروز خواهرتان چی دشمنی داشتین؟ باور کنین بین ما هیچ مشکلی نبود. ما یک روزم به هولیا ضرر نرساندیم. هر کاری که کرد تحمل کردم. ما هولیا را زیاد دوست داشتم. او خواهر اصلی تو بودی لیف؟ مرا فرزندی گرفته بودن، اما حالا موضوع فهمیده شد. چرا مرا درک نمی کنین؟ من هیچ گناهی ندارم. ببینین من یک طفل بسیار خرد دارم. لطفا مرا بانین که پیش طفلم برم. بیبی اگه خوبی طفلت میخوایی باید که گپ بزنی. تا وقتی که اعتراف نکنی از اینجا بیرون شده نمیتونی. دیگه چقدر باید منتظر باشم؟ ها درست است. خانم سنم میخواستم شما را کمک کنم، اما نظر به قانون شوهرتان باید اینجا بیایه و طفلت تسلیم شود. بشنو، با آخرین بار ازت میپرسم، حقیقت بگو که چطور این کار انجام دادی؟ نمیفهمم. لطفاً به گپم باور کنین، من هیچ کاری نکردم. پس بگو این کار کی بوده میتونه؟ کی؟ ببخشین چی است؟ ببینین وکالتنامه وکیل نیست. حاله نظر به امضای اوراق ما صاحب تمام حقوق شوهرم حساب نمیشم. درست است فهمیدم، اما ببینین براتون گفتم که شوهرم زخمیش چرا درک نمیکنین. از اونجا چی رقم تا اینجا خدا برسانه. از خاطر قاتل مجبور است که وظیفه خودم اجرا کنه. ببینین اگه گپا بیشتر از این طالبتین مجبوری به پدرم زنگ بزنم. حتی ما چرا طول منتظر هستم. امیالا برش زنگ میزنم. از این پریشان هستم که پدرم با این کارتان در مقابلتان چی خواهد کرد. بله؟ پدر درست است خانم. نمیخوایم با آقا قدرت مزاحمت کنین. به خاطر شما انجام میتم، اما به خاطر تسلیم شدن طفل باید یک عریضه نوشته کنین. های پس از شما یک خواهش دارم. میخوایم که معامله فقط بین ما باشه، چون که آدم های مشهوری هستیم، اما تو نیست. نمیخوایم که سرخط خبرها باشی. قلبم استاد کردی. تو اینجا چی میکنی؟ در دلت میگی که زار و زقوم بخواهم تو نیست؟ اما این یخشال خودم پر کردیم با پولی که از فروش اولادایم به دستم آمده پر کردیم. همه گیشه میخورم، با مزه خواد خوردم. تو همینجا طرف من لق سیل کرده برو. تو هیچ گناهی نداری لوده؟ ها؟ هیچ گناهی نداری؟ سنم برادرزاده تو نیست؟ ها؟ او دختر برادرزاده تو نیست؟ او یک اشتباه بزرگی کرده، میفهمی؟ دخترم کشته در بین چا انداخته. سنم دخترم از بین برده. سنم برادرزاده تو، دختر بیادرت. میفهمی چی میگم؟ دی نصف شب تا کجاها رفتیم اما دختر ندیده، پس آمدیم فلیس. کاش که حداقل طفل خود دیدن میتونستیم. ببینیم که چی خواهد شد. او فعلا پیش سارنوال است. خدا کنه که زودتر برایه. انشالله. چیل سیل داری لق؟ ها؟ چیل سیل داری احمق؟
اولاد من از بین رفتن، توته قلب من از بین رفتن. ای من چی گناه دارم؟ بگو برم من چی گناه دارم؟ تو سرم اعتماد نمیکنی ها؟ چرا نمیکنی؟ چرا باور نمیکنی؟ چرا برم بگو؟ چرا برم بگو چرا نمیکنی؟ دخترم بیچاره من از بین بردن. دخترم من چی گناه داشت؟ ها برم بگو. دخترم چی گناه داشت؟ تو به خدایا تو از این خانم بیچاره چی میخوایی؟ چیزی نیست. من طرفم بسیار عجیب سیل میکرد، باز من بسیار بار خطا شدم. خانم رنا شما خوب هستین؟ باور کو که اعصاب تو کاملا خراب شده. فلیس اتاق پشت سر باز کو که در اونجا بخوابه. حالا برو دیگه. او را سنم از بین برده. لطفاً برام اجازه بتین که بچه ما ببینم و حتما بیدار امکان نداره. یک بار دیگه هم ازت تحقیق میکنم. شما چی میکنه؟ چرا دست ما بسته میکنه؟ لطفاً برام بگوین. از اقاربت کسی به دیدنت آمده؟ کی آمده؟ خدا نجاتت بده. میشه که چند دقیقه ما را تنها بانه؟ از اینجا برو سنم. ایلیف بیچاره، تو را چه قسم بسته کدن؟ مثل گوسفند قربانی اما تو نیست؟ حالا چی خود کدی؟ البته که هیچ چیز. این زنه از اینجا بیرون کنن. من نمیخوایم امرایی گپ بزنم، صدای من مشنوه. گپ ما گوش که اگه به جای تو می بودم باز اینجا را قبول میکدم، چون که دست خالی نمیدم. بچه دینیزم امرایی میبرم. تو چی میگی احمق؟ ما بچه ما به هیچ کسی نمیدم. کدام کسی از تو را خواسته ها؟ ببین این چی است؟ میفهمی که ایره اجازه نامه میگن؟ این چی است؟ کی اجازه را برات داده؟ ما مادرش هستم، به هیچ کسی این اجازه را نمیدم. کلگی فکر میکنه که اجازه را پدرش داده؟ اگر میخوای که طفلت زنده بانه باز چیزی که میگم فقط اماتو کن، دیگه چیزی نی. کمک کنین این میخوای طفل مرا از بین ببره. کمک کنین. چوب باش تو یک قاتل هستی. هیچ کسی به گپایت گوش نمیکنه. معامله ما بسیار ساده است. گناه را سر خود قبول کن و طفلت صاحب شو. فهمیدی؟ صبر کو احمق. این طرف بچه نری. من بچه ما به هیچ کسی نمیدم. فهمیدی؟ او را به هیچ کسی نمیدم. کمک. تو بچه مرا گرفته نمیتونی. او را به هیچ کسی نمیدم. آرام باشین. شما چی میکنید؟ کمانده که به خاطر طفلش من از بین ببرم. لطفاً بچه ما به این ندین. ازتان خواهش میکنم بچه ما به این ندین. راحت باش گفتم. آرام باش. ببینین اگه طفلم بیارین اگه نی زن مرام از بین خود برد. این دروغ میگه. خوش کنین طفل ما به این ندین. بچه ما میکشه. بچه مرا به اون ندین. ازتان خواهش میکنم ندین بچه ما برش. بچه ما به اون ندین. ابراهیم لطفاً بچه ما برش ندین. ازتان خواهش میکنم. بچه کمک کنه. بچه ما به اون ندین. حالا امروی مادرت خدافزی کن.
تو هیچ وجدان نداری. بچه من نبر، بچه من نبر. تو چقدر به وجدان هستی سنم. بچه من با اون نده، ازتان خواهش میکنم بچه من نده. بچه ابراهیم، بچه ابراهیمم، ابراهیم بچه